بزن خاک بر سر تلیپور. توی دروازه توی دروازه. من ریدم تو این وی ای آرتون. سلام رفقا، من دانیالم. من مهدیم. خوش اومدیم به الکسیر. خب پس از وقفه کوتاه باز برگشتیم با بازی‌های لیگ برتر. هفته 11 ورزشگاه سردار آزادگان قزوین. پیش بینیم 2-1 پرسپولیس. بازی قبل دربی دیگه هر جوری شده زورچپون میبرنش. شمس آذر تیم خوبیه و خفتگیرم هست. تو شهر خودشه، یقه استقلال رو گرفت. بازی سختیه. من پیش بینیم 3-1 یا 4-1 به نفع پرسپولیسه. بازی سخت 3-1 4-1 ها. این بازی سخت نیست دیگه. نه دیگه سخت میشه یعنی، ولی ما پرسپولیسیم. خوب بزن آری کلانی. وای چجوری این توپ گل نشد؟ دوباره از سمت چپ. بابا این پورعلی گنجیه محو میشه یهو. کدوم گوری هستی پس تو؟ ببینید شما در نمای آهسته بیا رو سرش قشنگ سر میزنه یارو. بابا شمس آذره. بعد اونو زد واسه. ببین 1-2 کرد با پورعلی گنجی، یعنی زد پورعلی گنجی سانت کرد دوباره با سر زد. یارو سر نزد هم براش هم واسش کاشت. بده پنالت. اصلا هیچی بابا، به خدا پنالت. خیلی زای خودش. بابا چیو زایه زد؟ گرفت کشیدش دیگه. بزن بابا بزن. خاک بر سر تلیپور. دیگه از این مهرستر بزن. حالا توی دروازه گل. چیکار کردی با دلم؟ های دفاع رو نگاه کن یه لحظه. آی سروش رفی با ورود اسمار به روزهای اوجش برگشته. 2 بازی 2 گل. آیا هاشمیان اینه بازی گرفتن از بازیکن؟ مسخره. 9 هفته معطلمون کردی. اصلا نه نشون. الان پنالتی رو عمری رو نه صحنه آهسته شما دیدیم. این یکی رو بابا من ریدم تو دهنتون. خاک بر سرتون. واقعا نابود شین. ما رو هم سابسکرایب کنیم. خب الان تایم داری، صحنه آهسته رو بنداز دیگه. پس کله بازیکن رو نشون میده. تابلو نیست از قزوینه یارو. همه رو از پشت دارن فیلم میگیرن. اینو گذاشتن پشت بازیکن‌ها پایین. داداش تو هم در اسرع وقت یه قرارداد خوب گرفتی فامیلی رو عوض کن. معامله گری چیه؟ اصلا سری ذهن آدم میره کمر به پایین. میگه معامله گری هستم، میگه خجالت بکش مردی. من با تو شوخی دارم مگه؟ عفت کلام داشته باش. بزن گل توی دروازه. شمس آذر قزوین 1 پرسپولیس 1. بازیو به تساوی میکشونن قزوینیا. بازم جای پورعلی گنجی همونجا. اصلا تو صحنه رو نگاه کن. تیره 1 اصلا هیچ. من گفتم اصلا چه عجیب غریب بود. 1 نفر رو تیره 1 وایساده بود. دقیقا همه دویدن تجمع کردن رو همون نقطه. نگاه کن. آقا اون خطا نکرد. با چون نزد به اون اینها. بابا دیگه اونقدر قوی نزد دیگه خطا. الان فلان شده. استقلالم بود اونقدر با چون زد به یارو. حالا انگار من اینها آفساید نبود. هم هند بود هم خطا بود. من ریدم تو این وی ای آرتون.
به ثمر رسوند. مسابقه تو بازرسون خیلی بلند بزن. جریمه. وای. دیدی؟ توی گل بودا. ارسالی که مستقیما میرفت وارد دروازه. وای. گوشان پیام نیازمند. شلخک داشت میرفت تو گل. ببینید شما در نمایش اگه قرار باشه این نگاه که داداش شلخک بود یهو اومد پایین. اگه قرار باشه دیگه اینا رو بخوره که دیگه من میرم تو میشه به نام سلوت. آفرین. امیر محمد نسایی. وای حالا توی دروازه بیرون میره. بابا این چه سوتی میدی آیه دفاع شمس آذر ازگل سر گل اولم سوتی داد. توپ چرا اینجوری داشت میرفت تو گل که همون ازگلی که رو گل اول سوتی داد داشت گل دومم میکرد تو پاچه. ببین پاس داد برای یارو. این چجوری نرفت تو گل؟ استون اورونوف اینجا تو بال پای راست خورد به تیر. جعفرپور در حال محوطه جریمه ارسال که انجام میده. حالا پرسپولیس اورونوف صاحب شد دست داد. تیر غیب خورد. هیچ جایی تا رو شاید دست داد آه از نهاد طرفدارای پرسپولیس در ورزشگاه بلند شد. وقت یه صحنه آهسته ای چیزی به ما نشون ندی شما. بچه ها لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره ما رو از نگاه زیباتون محروم نکنین. فرصت های آخر الاناست که سوتو بزنه. بازی خفنی بود. شمس آذر هم پرسپولیس عالی بازی کردن. بازی جونداری رو دیدیم. سوت هم زد. میریم با نیمه دوم خفن‌تر برمیگردیم. خب برگشتیم با نیمه دوم. دیدار شمس آذر پرسپولیس. نیمه اول بد نبود. 2 تا گل داشت، حادثه داشت. امیدواریم که نیمه دوم هم پر موقعیت باشه. بریم. نیمه اول خوبی بود. دنیل گفت نیمه دوم بهتری رو ببینیم با برد پرسپولیس. حتما هم فکر میکنم اینطوریه. بارو کف فوتسال بده حالا کف فوتسالی کشید. بابا چیپ بزن دیگه. بماناییشو نداره. بزن. پنالت میره وی ای آر. پنالته میره وی ای آر. پنالته. این 100% زدش. از مدلی که اون یارو آفتاب بالانس زد صحنه شد دیگه. اینم میخوای نشون نده صحنه آهسته شد. نه این مال قزوینه. اینو الان سری میرن رو آهسته. خیالت راحت. از کجا نشون؟ از وسط کار نشون میدی که یارو نصفش رو هواه. چی رو میسپاری به کارشناسانه؟ چیزی مگه دیدیم ما که تو میسپاری به کارشناسانه؟ وایسا. داداش این چیه؟ دستاتو اینجوری نکن. این چیه؟ نه ازش من هنوز باید یه بار دیگه ببینم. دادا میزنه پاشو. 100 پنالت این باز بعد بره وی ای آر. این دارن چک میکنه. داشت اون تصویر پشتو بده. بله میره به سمت وی ای آر آقای احمد محمدی. عرض می‌کردم نه دیگه مقاومت بیفایده از پنالت. زد پارو دیگه. این داره پارو قیچی میکنه. پارو زد دیگه. پارو زد. پنالته. ببین میبینی؟ دقیقاً دیگه برات فیکسش کرد. نه میذاره زمین. نه پاشنه یک کفش قرمز رو نوک کفش سفید. از اینجا که داره نشون میده پاش میذاره زمین.
اینا کن داشت کفششو تو نمیبینی، داشت این یه دونه اینجوری بهش بزنه پنالت تو این صحنه. داشتا به این پاشو میذاری زمین. داداش پای یارو رو داره میزنه. چی داری میگی؟ یعنی الان خود به خود داره میخوره زمین بدون هیچ برخوردی؟ اینا هیچ برخوردی ندارن؟ یا این بابایی داره توپو میزنه یا این قرمز داره توپو میزنه؟ ولی اگه پاشو من چیز دیگه، من که گفتم پنالتی، از اون زاویه پاشو گذاشت جلوی پاش این پسره گیر داد. حالا پنالتی بابا، واضح پنالتی. همه نگاه‌ها به این چهره هست. نه دیگه گذاشت جلوش، همونی که گفتم شد. همونی که گفتم شد. چیو میخندی؟ همونی که گفتم شد، نذاش رو پاش. بغل گذاشت روش. باری کرد. بغل گوش جلوی پاش. بعد بازی کارشناسا ببین چی میگن. کارشناس 360 گذاشت روی پاش. دو تا کارشناس ما تو این برنامه مبنا قرار بدیم. کارشناسی برنامه مزدک میرزایی و کارشناسی برنامه 360. دقیقاً. که دو تا بعد هر بازی این همه آیتم هم اضافه قرار بکنیم که هر صحنه مشکوک اینجوری و بازی بعدی به شما تو ریاکتش نشون بدیم. بعد آقا اگه الان مشخص بشه این بابای اشتباه کرده، کسی که محرومیت برگشته دوباره روی یه صحنه مشابه همون کارو بکنه، بعد چیکار بکنم با این بابای؟ نمیدونم دیگه نمیدونم. داشت یه تخلف تو دو تا بعد محرومیت دوباره انجام میدی، بعد یا سوپلش کنن یا مادام العمر دیگه ممنوعت کنن، چون تو نرمال نیستی. حالا یا به پرسپولیس یا به شرط بندی خودت، نمیدونم چه غلطی داری میکنی، گناه تو نمیشورم، ولی نرمال نیستی تو داداش. یعنی این کیفیتی که من دارم از این فوتبال میبینم دقیقا همون کیفیته که سال 84 5 86 من لیگ برتر ایران میدیدم تو تلویزیون. واقعا. حالا اینم بهش اضافه کنیم که ما قرار بود واسه دربی مهمون خارجی داشته باشیم که نظرشو بیاد راجب این دوتا تیم که ویترین بازی این دوتا تیم که ویترین فوتبال ایرانه وقتی شد نشون بده. منتها ما آبروداری کردیم واسه این که آبروی ایران و ایرانی حفظ شه، ما از این کاری که میخواستیم بکنیم صرف نظر اگه ورزشگاه آزادی مینداختین 100,000 نفر آدم بود، حداقل آدم میگفت فوتبالش آشغاله، حداقل این نمایی که این 100,000 نفر خیلی کشور محدودی تو دنیا هستن که بتونن یه ورزشگاه 100,000، خیلی نه، شاید به انگشتای یک دست تو دنیا کشورهایی باشن که بتونن ورزشگاه 100,000 نفری رو پر بکنن، که ما یکیشیم. ولی متاسفانه ما یه بازی به آلودگی، یه بازی به این، یه بازی به اون. بابا این بی‌شرفا مگه توی مشهد نیست این آشغال کله علم الهدا؟ بازی لیگ دسته 3 ابو مسلم چند روز دیروز پیروز برگزار کرد، کل ورزشگاه واسه تیم دسته 3 پر شد. حاجی ریسکی بازی میکنن و زیر توپ نمیزنن. وای حالا چه کاریه شما پاسکاری بکنین جلو محوطتون؟ بده دیگه. گل شد. بزن توی دروازه. همون اولی گل شد. 2 تا سناریو کامل شد. مهرس 2 تا تیم پیافادار بدبخت مهره از سر تیم بریدن تو زمین خودش. صحبت از بریدن سر نکن که اون موقع واسه استقلال تو همین لیگ بازی با همین شمس آذر پنالتی 100% اون اصلا بار صدا نزد برای یارو. ببین پنالتی 100% شمس آذر رو نگیره. صدا بزنه وی ای آر بیاد 2 ساعت ببینه بعد نگیره. شما صحبت از عدالت نکنین. سر همین تیمو شما بریدین. آره بعد برای دربی الان داور کی میخوان بذارن؟ داشت ما بهترین داور دنیا ایرانیه،
یارو تو عربستان که همه چیشو های کلاس کرده، به خاطر اینکه کلاس دربیشو ببره بالاتر میره فغانی و میاره داور سوت میزنه. بعد ما داورمون باید دیدی که بیانیه کشی کرده استقلال که الا بلا داور خارجی باید بذارید. آقا داور خارجی هم نمیذارین، نمیخواین خارجی باشه، فغانی و ما داریم، فغانی رو بذار. اون که الان داره تو استرالیا داشت یه بازی بهش نظر اوناست بگن میاد، همیشه گفته قبلا هم اومد یه بار. آره ولی یه دونه بازی میشه همچین قانونی هست یا روی لیگ دیگه از یه بازی بیاد بکنه بره؟ آره اینا پریواتن، مایه‌شو میگیره اسپانسر اینا یارو میاد. نمیدونم. آره مایه‌شو بدن میاد سوت میزنه، مشکلی هم نداره. خودش هم مصاحبه گفت من همیشه اوکی بودم که کمک بخوام بکنم. فغانی رو بیارین که حرف و حدیث هم توش نباشه. برو بابا. خطا نبود، خطا بود آجی. توی دروازه، توی دروازه مرده گوزید و فرشاد احمدزاده. خطا بود اونجا. فرشاد احمدزاده 3-1 میکنه این بازی رو. تمام میکنه آقای محمدی. خطا 3-1. فرشاد احمدزاده بعید بود. چه عجب. گفتم مرده گوزید. این که آفساید نیست دیگه. این چیشو داری میگیری؟ 3 تاشون بیرونن. خب اینجا آقا اینجا هم هنوز نیومده که این اومد بیرون توپو گرفت. اینها این کدوم؟ این هم توی خطه. نه یه خط نیست. اینا نگاه کن، پاشو نگاه بابا کن. اصلا این برخورد توپ با اونه، این که اصلا تو اونه، تو این زاویه دست یارو عقب‌تر از اینه. نه دیگه پای اینه. این پاس نگاه، توپ آخر میخوره به عمری، این میزنه میخوره به پای عمری میره اونور. آره ولی یارو هم توی یه خط دستش جلوتره. نگاه اینجا دیگه. نگاه اینجاست، یه پا تو آفسایده. 11 احمدزاده. بسا میبینی؟ نوک پاش اونجا؟ آره کفششو داره بعد داره پسره رو کتف حساب میکنه. دست پسره رو بیاد حساب کنه. دستی رو اینجا میبینی پشت اینجوری. بابا این خط الان چرا از کتف پسره است؟ باید بیاد از دست پسره. نگرفت. بیا برو بابا کامشو بابا. خط کشیتون که عالی بود. معلوم نه یعنی اصلا خاک برده. آقا نذار وی ای آر. این چه وی ای آریه؟ عالی بازی کرد شمس‌آذر. حقشون باخت نبود. دیگه ما که استقلال نیستیم داداش، این تیما رو ما میبریم. داش 7 سال پیش 3-2 کردن. نه ما راجع به امسال داریم حرف میزنیم. نه فلش بک نزن به 2 تا ستاره‌ای که الان گرفتی. ما میگیم همین شمس‌آذر 3-4 هفته پیش شما رو یقتون گرفت. 3-4 هفته پیش نه، هفته دوم سوم فرم این با فرم اون فرق می‌کرد. هم فرم ما فرق. هفته سوم چی؟ میگه هفته سوم شمس‌آذر هفته سوم داشتیم. اصلا هفته اول یقه شما رو گرفت تو قزوین. خب فجرم یقه شما رو گرفت. این شد دلیل میگم تیم تو 4 تا فرم مختلف میرسه. نه استقلال اون موقع فرمش چی بود الان چیه؟ این چی بود؟ این 5 تا بازی آخر 3 تا باخت آورده. دقیقه 90 تعویضا چیه میکنه؟ هیچ میخواد وقت بیفته تا تموم شه دیگه. نتیجه رو گرفته. اوریه اگه سالمه زودتر بیارش جای ان. من ریدم تو این رونمایی اوریه که ما فقط رونمایی میکنیم، این مادر قهوه بازی نمیکنه. میلیمتری رفت بیرون. بچه‌ها لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. امیدوارم که این بازی لذت برده باشید. نظر من اینه که داداش حالا میریم کارشناسی رو میبینیم، ولی در بدترین حالت حق شمس‌آذر بود که یه امتیاز از این بازی بگیره. ولی به نظر من اون صحنه پنالتی بود و اگه پنالتی بود روی 1-1 بود، 2-1 میشد کار پرسپولیس خیلی سخت میشد. حالا شاید گل دومم میزد 2-2 میکرد، شاید میزد 3-2 میکرد، ولی کارش به این راحتی نمیرفت جلو.
به نظر من این نظر من بود. حالا من بخوام نظرم رو واسه بازی سریع و آیتم وار بگم، به راجب دوتا تیم، شمس آذر فوق‌العاده بود. پرسپولیس اون انتظاری که من دارم هنوز از این تیم و سرمربی، چون شاید بعد فیفا دی بود، اون کاری اون با قشنگ بازی کرد ولی موقعیت داشتیم، ولی اون تیمی که من دلم میخواد نبود تو این بازی. قبل دربی راجب داوری بگم، داوری فوق‌العاده ضعیف با VAR، خاک بر سرتون تو پرانتز همتون دست جمعی. ببین چجوری داوری کرده که دوور ناراضی هست. نه من اصلا کلا میگم با VAR، چیزی که تو با VAR این شکلی، یعنی خاک بر سرتون. گروه تصویربرداری صدا و سیمای استان قزوین باز هم خاک بر سرتون با این تصویربرداری، با این باز هم در آخر به امید نابودی مسئولین هوای ما رو داشته باشین و ما رو از نگاه زیباتون محروم نکنید. تا درودی دیگر، بدرود. Okay, let's go.